روایاتی که در این زمینه وارد شده اند، خب هم سنی ها این را روایت می کنند و هم شیعیان. آنچه در منابع اهل تسنن آمده است، خب گفته شده است که آره امتی من به چند گروه تقسیم می شوند و متفرق می شوند و فقط یکی از آنها نجات یافته، بقیه در آتش دوزخند. پرسیدند که این گروه کیست؟ پیامبر گفتند که این گروه همان کسی است که من و یاران من بر آن هستند. توجه بفرمایید. شیعیان معتقدند که این گروه نجات یافته همان گروهی هستند که متمسک به قرآن و اهل بیت هستند. این روایت سبب شده است که خب بعضی ها فکر کنند خب این مراد از آنچه که پیامبر میگویند که من و یارانم، یعنی همین راه است که یعنی همین اهل تسنن. شیعیان هم معتقدند که خب شیعیان. این خیلی سطحی نگری است. متوجه هستید؟ پیامبر هیچ وقت با هیچ کس پیامبر پسر خالگی نداشتند. امتی پیامبر همون کسی است که به گفته های قرآن و پیامبر عمل میکند، نه اینکه حالا خودش را منسوب به یک فرقه کند، به یک گروه کند و گوید که دیگه من فرقه نجات یافته هستم. چه بسا یک نفر سنی خب ادعا دارد که در راه پیامبر و مثلا صحابه هست و اما عملا هیچ رفتارش بر اساس گفته های قرآن و پیامبر نیست، صحابه نیست. آیا این نجات یافته است؟ مثلا چه بسا شیعه هست که مدعی است او در راه قرآن و اهل بیت هست، اما عملا خب رفتارش، کردارش هیچ سنخیت با داده ها و معارف قرآن و اهل بیت، گفته های اهل بیت نیست. ببینید در این یعنی در واقع هر دو یک معنا را میرساند. مگر پیامبر و صحابه بر چی راهی بودند؟ این راه چیست؟ مگر غیر از این است که راه اسلام، یعنی قرآن و سنت پیامبر. به هر چی قرآن گفته است باید عمل کرد. مراد از سنت پیامبر یعنی گفتار، کردار و تقریر پیامبر. ما باید، مسلمان ها باید به گفته های پیامبر عمل کنند، رفتارشون مثل رفتار پیامبر باشد. هر جا که پیامبر امضا کردند، تقریر کردند، گفتند این درست است، مثلا با موضع خود با آن عمل کنند. به عبارت دیگر یعنی قرآن و سنت. خب آنچه که شیعیان میگویند قرآن و اهل بیت یعنی چی؟ مراد از اهل بیت یعنی چی؟ یعنی تو به گفته های اهل بیت پیامبر عمل کن. یک نسبت خشک و خالی معنا ندارد. بگید که من پیرو علی هستم، ماشاءالله، اما عملا کارش مثل کاری مثلا فرعون و یزید است. مثلا خداوند که بر اساس ادعا ما را حساب و کتاب نمی کند که هر دو یک معنا رو می رسانند. یعنی گروه نجات یافته همون کسانی هستند که به قرآن و سنت پیامبر عمل می کنند. حالا این سنت چه از طریق صحابه رسیده باشد چه از طریق اهل بیت. اهل بیت مگر غیر از آنچه که پیامبر و قرآن گفته است میگویند؟ مگر یک دین جدید آوردند اینها؟ نه. مگر صحابه کسی معتقد است که غیر از آنچه که پیامبر قرآن و پیامبر گفته اند عمل میکردند؟ پس گروه نجات یافته همون گروهی هستند که توجه بفرمایید هرچی قرآن گفته است انجام بده انجام میدهند. هرچی قرآن گفته است که از آن نهی کرده است، قرآن گفته است دزدی نکن، دزدی نمیکنند. قرآن گفته است
قتل نفسی محترم حرام است، گناه است، به اون دست نمیزند. یعنی خلاصه به هر چی قرآن گفته است سرتاپا تسلیم قرآن است، سرتاپا تسلیم پیامبر است. عملا حالا یک نفر این قرآن و سنت را، در قرآن که اختلافی نیست، سنت پیامبر را از طریق صحابه گرفته است، یک گروه از طریق اهل بیت. مهم عمل به اون است، به محتواش، نه ادعای خشک خالی. ما خیلی از سنی ها داریم که پایبند به شریعت هستند، زندگیشان بر اساس زندگی آنچه که قرآن و سنت میگوید هستند. خب اینا نجات یافتند. شیعه اما در مقابل سنی هم هستیم، دعوا دارد سنی است، اما وقتی نگاه میکنید از کافر هیچ فرقی ندارد، مگر این نجات یافته است. مثلا خدا که به این قشر و پوست و مظاهر سر و کار ندارد. گوهر همون عمل است، پایبندی عملی است. یک شیعه چی بسا ادعا دارد که پیرو قرآن و اهل بیت است، اما عملا نه به قرآن هم پشت کرده است و به اهل بیت هم پشت کرده است. به اهل بیت پشت کردن این نیست که من حالا به زبان بیارم که من تو را دوست دارم یا علی یا حسین، نه، به گفته علی عمل کن، به آنچه که حسینی باش، در برابر ظالم سرخم نکن. حسین کی بود؟ در برابر یزید شرابخور میخوار سرخم نکرد، بیعت دراز نکرد. اما شیعه که ستم پذیر باشد، مگر این شیعه است؟ سنیه که پیامبر میگویند، ما حدیث داریم، یک روز اسامه ابن زید پسری زید ابن حارثه رفت در هنگام نبرد با کافران بود. خب با یک کافر می جنگید، اون کافر هم شمشیرش از دستش افتاد و دیگه دید حاضر این اسامه میکشد. بلا فاصله کلمه گرداند، گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. بعد این اسامه آمد گفت که تو از ترسی جانت این کلمه را گرداندی. خب قضیه تمام شد، رفتن این خبر به گوش پیامبر رساند. پیامبر سرزنش کردن اسامه را، گفتند به چه حق تو مسلمان را کشتی؟ گفت که حضرت پیامبر که اون معلوم بود، روشن بود که اون از ترس این کلمه را به زبان آورد. و تو چی گفتند؟ تو از قلب اون باخبری؟ تو حق نداری کسی را که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله کشتی. محترم است خونی اون، آبروی اون محترم است، مالی اون دیگه مسلمان هستون. هر کسی که این کلمه را گرداند ما حق نداریم که کافر است. پیامبر دستورشون این. نباید آبروی اون رو ریخت. مادامی که کلمه گرداند مسلمان است. ببینید، پس این گروه نجات یافته هر که باشد، شیعه سنی، عملاً به گفته های قرآن و سنت پیامبر عمل کند. حالا این سنت یا وقت از طریق صحابه به دست ما میرسد، یا وقت از طریق اهل بیت، فرقی ندارد. که شما منابع روایی سنی و شیعه نگاه کنید، باور کنید 80% روایات با هم یعنی یک معنا رو میرسونند، در 20% روایات مختلفند. مهم عمل به این هاست، نه ادعای خشک خالی و ظاهرا گوییم که ما مثلا سنی یا شیعی. مسلمانی واقعی، سنی واقعی همون کسی است که تابع قرآن و سنت پیامبر است. شیعی واقعی کسی است که تابع قرآن و سنت پیامبر از طریق اهل بیت. خداوند با هیچ کس خویشاوندی ندارد. هر کسی که به گفتهش عمل کرد، به شریعت خدا عمل کرد، او را خدا نجات خواهد داد. اما اینکه بیاد خودش نمیدونم سلفی گوید، فلانی گوید، حنبلی گوید، شافعی گوید، حنفی گوید، اینها کافی نیست. خودت حنفی گوید اما در عمل تو مثل کافران باشی، به درد کی نمیخوری.
مگر خدا رو فریب میتوان داد؟ دیدگاهی کبیره در رابطه با این حدیث همین است. برخی از علما هم همچنین دیدگاهی ابراز داشتند. این بود پاسخی برادری عزیزمان جناب عزیزالله سیدوف. حالا اگر کوتاهی بود یا جایی ما عیبی پیدا کردن، اشکالی پیدا کردن، دوستان میتوانند از طریق نامه اشکالشان را بنویسند و من جوابم را خواهم داد. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و اهل بیته و صحبه المنتجبین.